خب در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتم به بهونه این نوروزی که داریم نقاشی کنیم روی یه سری تخم مرغ. نترسین، اینا تخم مرغ مصنوعیه، تخم مرغ واقعی نیست. یه دونه‌اش هم دارم ترکوندم. توی این ویدیو میخوام 3 جور نقاشی روی تخم مرغ رو بهتون یاد بدم. خیلی بهتره که شما هم تخم مرغ مصنوعی بتونین اگه پیدا کنین، خیلی راحت‌تر، هم از نظر مثلا گرفتنش و سبکیش و حساسیتش کمتره. من خودم چند سال پیشه یادم روی تخم مرغای واقعی نقاشی‌های خیلی ریز میکشیدم، ولی خیلی واقعا سخت بود. بعد یه وسطش میشکست تخم مرغ. اینا خیلی راحته، اصلا به این راحتی نمیشکنه. من الان خیلی بد زدم که شکست. خب اول میخوام یه سری طرح ابسترکت با هم بزنیم که نتیجهش میشه یه همچین چیزی. بعدش هم برای ابسترکت خیلی حواستون باشه چه رنگایی رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. رنگایی که خنثی کننده هم دیگه هستن رو نباید ترکیب کنیم. مثلا اگه شما آبی دارین روش بهتره که قرمز نریزین، چون که یه چیز سیاه میشه، اصلا هیچی نمیده. یا سبز با قرمز. براتون داخل کپشن چند تا از رنگایی که میتونین با هم دیگه ترکیب کنید و گذاشتم. یه دستمو دستکش پوشیدم که کثیف نشه. با این دستم معمولا کار دیگه هم انجام میدم. یه قرمز تیره رو دوست دارم ترکیب کنم با یه چیزی مثل نمیدونم بنفش یا آره همین خوب میشه ترکیب این دوتا. دیگه چی رو میتونم باهاشون ترکیب کنم که رنگم خراب نکنه؟ میتونم زردم با اینا الان ترکیب کنم، چون که ترکیبشون خنثی کننده همدیگه نیستن. ترکیبشون باید جالب بشه. با 3 تا رنگ شروع میکنم. رنگ زیرمو معمولا تیره ترین رنگ میذارم. البته باز همین به شما بستگی داره که دوست دارین چه رنگایی رو داشته باشین و اینکه بیستون چه رنگی باشه، ولی من برای این رنگ تیره رو میذارم. اول اینکه این تخم مرغای مصنوعی یه خوبی که دارن، شما میتونید بزنین سریع چیزی و به این راحتی داشته باشینشون. خب لیوان یک بار مصرف باید داشته باشیم. من قبلش یکم قرمز اینجا استفاده کرده بودم، داخل این دارم و با یک کوچولو آب باید قاطیش کنیم. یعنی آره داخلش آب هست و آبی هم که میخواین قاطی کنید دوستان بین 10 تا 20% آب بریزین، بیشتر نریزین. اگه بیشتر بریزین که اصلا کلا چسبندگیشو از دست میده. رنگ میخواستم بگم چسب رندنگیشو از دست میده. خوب هم بزنین که تمام این رنگ دونه ها قاطی بشه. یکم باید اینجوری رقیق باشه در نهایت. خب من تخم مرغمو میام همینجوری میکنم تو این لیوانه و رنگمو میارم همینجوری میچرخونم دور تا دورش. آروم رنگو تکون میدم پایین. تو این مرحله میخوایم فقط یه رنگی که خیلی زود خشک نشه، چون اکریلیک میدونید خیلی زود خشک میشه. میخوایم یه رنگ که خیلی هم زود خشک نشه رو. نورم هم داره میره، انقدر که لفتش دادم امروز تا این ویدیو رو بخوام بگیرم. خب الان قرمز ما آماده است. تو مرحله بعدی اینو میذارم یه گوشه. میریم برای رنگ بعدی که میخوام این صورتی بنفشه باشه، صورتی چرکه. ببین چقدر رنگ میریزم. یه کوچولو رنگ ریختم برای قاطی کردن آب. حتی با همین قلمو خیلی کم کم، یعنی به اندازه 10% رنگمون یا 20% رنگمون آب رو میریزیم. بعد که این آماده بشه میام
میریزمش روی تخم مرغ. حالا چه جوری میشه؟ هم میشه قطره قطره‌ای بریزین، هم میشه که مثلا اینجوری یه خط اینجوری بذارین. بعد از همون لحظه که دیگه رنگو گذاشتین، رنگ دومتون رو گذاشتین، شما پروسه شکل دادن و نقش و نگار دادنتون داره شروع میشه. یه کم دیگه میریزم. دو تا قطره دیگه گذاشتم. فکر کنم لازم باشه من برم نور رو ردیف کنم بیام، چون که اوکی کردم. الان میرم برای رنگ زردم. اینجا ترکیب شدن این دوتا رنگ رو آروم آروم با هم دیگه میبینیم که اینا دیگه کاملا دست خودمونه که چجوری با هم دیگه با حرکت دستتون میتونین رنگا رو ترکیب کنین با هم دیگه. خودشون میان با هم دیگه ترکیب میشن و یه شکل ابسترکت میدن. اینکه ابسترکت ها خیلی مقدماتی هن. اگه تا حالا هم با اکریلیک کار نکردین خیلی راحت میتونین همچین چیزی رو بسازین. دوباره 10%. ببین نسبت رنگ به آب داخل لیوان میتونی ببین. یه کوچولو میریزی و شروع میکنی هم زدن. یه لحظه آسمون خوش رنگم نشونتون بدم در وسط کار. میرزم رو جاهایی که خیلی تخم مرغه. آها این ابسترکت داره کار خودشو میکنه. اصلا شما لازم نیست هیچ زحمتی به خودتون بدین، فقط با جابجا کردنش میتونین شکلای ابسترکت بسازین. خب بریم واسه زرد. توقع دارم که تونای نارنجی هم بهمون بده دیگه طبیعتا، چون که زرد با قرمز ترکیب بشه میشه نارنجی. ببینید چه جوری داره خودش ابسترکت سازی میکنه اینجا برام. جایی که رنگ نداریم هم میذاریم. ترکیب رنگ و اینام دیگه کاملا دوستان دست خودتونه. فقط حواستون باشه از رنگایی که همدیگر خنثی میکنن استفاده نکنین. یکم دیگه زرد میخوام از بالاش اینجوری یه نقطه بذارم که خودش وقتی بره پایین دریپی. بعد دیگه به یه حدی هم که میرسه میتونین با یه سشوار، من یه دونه سشوار گذاشتم کنار دستم، رو دور کم میتونین شروع کنین خودتون یواش یواش خشکش کنین. خود سشواره میتونه یه وسیله باشه برای اینکه شما نقش و نگاراتون اونجوری که میخواین در بیارین. به این صورت در میاد. بعد از اینکه خشک بشه هم اگه چیزی برای گلیزینگ دارین، سیلر باشه مثلا، میتونه این کار انجام بده. یکم میزنین روش که
براقم بشه تخم. این دیگه برقش نمیفته دیگه، همینجوری براق میمونه مثل این یکی. خودم ترکیب این دوتا رو بیشتر دوست داشتم. این آبی و فیروزه‌ای بود بچه، اگه میخواین بدونین. اینم جالب شده. شما میگم برای بار دهم هر ترکیب رنگ که دوست داشته باشین رو میتونین به راحتی در بیارین. خب این بخش ابسترکت کار. طرح دوممون که دوست دارم این یکی رو کار کنم اول، بعد بریم سراغ اون دختره. اینم دوباره طرح گل مینیاتوری هستش که اینم باز خیلی کار سختی نیست، منتها از اون قبلی خب تکنیکش سخت‌تره. لوازم مورد نیاز برای این یکی پالت رنگی هستش و دوباره برای بیسش از همون تکنیک آب و اکریلیک استفاده میکنم. پس لیوان میخوایم و رنگ و یه سری قلمو. به جز اون برای این لاینا، چون که با قلمو به این دقیقی هیچ وقت در نمیاد، شما میتونید راپید استفاده کنید. نمیدونم ماژیک اینا تو مایه راپیده واقعا فرق نمیکنه. خب بریم تو کارش. اول رنگ بک‌گراندش رو میسازیم. من دوست دارم بک‌گراندم آبی فیروزه‌ای رو من دوست دارم انتخاب کنم. الان یک کوچیلی آبم که همیشه لازمه. خب اگه در حین کشیدن اینا هر سوالی داشتین ذهنتون رو مشغول کرد، بیان از من بپرسین، یا زیر همین ویدیو یا از دایرکت اینستاگرام یا هر جا. سعی میکنم که پاسخگو باشم. و احتمالا این اولین ویدیوی من خواهد بود روی یوتیوب. لطفا ازم حمایت کنید، لایک و سابسکرایب و کامنت و اینجور چیزا رو فراموش نکنید عزیزان. قرار کلی محتوای هنری خوب اینجا با هم دیگه ببینیم، تکنیک های جالب، نقاشی های جالب. خب رنگم آماده است. خب اونو میزنیم سر سیخ. و شروع میکنیم. اول با این دوستان اگه با قلمو بخواین تخم مرغتون رو رنگ کنین اینجوری، هر کاری کنین خط قلموه میمونه روش، مثل این. میبینین خط قلمو رو؟ اگه میخواین یه تیکه رنگ بشه خیلی بهتره که از این تکنیک استفاده کنیم. تو الان یکم رنگ بیشترم حتی میریزم که مطمئن بشم کارم بهتر میشه. بعد دوباره تخم مرغمون رو میذاریم داخلشو. ریز ریز تکون میدیم که رنگ همه جاش بیاد. اگه اینجوری حبابی رنگتون اومد بیرون نترسین، این حبابا کم کم میرن با تکون دست شما. رنگ خیلی زیادم هست، الان بذاریم که اضافیاش بیان بریزن. این تقریبا رنگش چیز شد. چند دقیقه طول میکشه خشک بشه، من دیگه صبر میکنم خشک بشه. خب برگشتیم سر این تخم مرغ، رنگش دیگه کامل روش خشک شد و من این طرح انتخاب کردم برای اینکه استفاده کنم ازش. حالا میتونم این گلا رو جاهای مختلف استفاده کنم، لازم نیست که حتما همون شیپی که هست رو در بیارین. از این اجزای اینا خیلی خوشم اومد، از این گله و اینو میتونین به
رنگ مورد علاقه خودتون هم در بیارین. من این طرح هم یه جا سعی میکنم بذارم، یه جا پست کنم که اگه شما خواستین استفاده کنین ازش بتونین. اگه که روی تخم مرغتون چیزای این شکلی در اومد اصلا نگران نباشین، چون که اینا میره زیر طرح‌ها و معلوم نمیشه. اول با این گل اصلی شروع میکنم، میندازمش این جلو که نمای کارم باشه. آها یه دونه اتود هم راستی لازم دارین، من توی موارد مورد نیاز اول نگفتم، اینم دریابید. خب این یه دونه گل اینجایی روی کاریه تمام شده، همه چیزشو زدم و میام این طرفتر دیگه همونو من ادامه نمیدم از بالا، از اینجا میام مثلا یه شاخه دیگه میزنم. خب الان دیگه آماده است که ماژیکمون رو شروع کنیم. طراحی زیرش انجام شد، همشو با مداد. حالا میریم واسه مرحله بعدی. راپیدو در هر صورت باید 2 بار بکشیم، چون که یه دور اول روی اتود میکشم، بعد قراره با اکریلیک رنگ کنم، بعد که رنگ میکنم یه سری از لاین ها طبیعتا میره زیر رنگ اکریلیک و دوباره باید لاین کشی رو انجام بدم. از اول شروع میکنم دیگه، سعی میکنم خطاهایی که قبلا انجام دادم و انجام ندم و خیلی هم بهتره قبل از اینکه انجام بدین یکم با این پاک کنتون تا جایی که میشه کم رنگ کنین طرح زیرتون رو. دارم اینو میکشم.
انرژی که آدم میگیره بعد از اینکه یه چیزی رو خودش میسازه، یه چیزی رو به وجود میاره با امکاناتی که داره، در صورت در اصل هنرمندا سازنده نیستن، سازنده اصلی خداست. هنرمندا تصویر خدا رو یه جورایی میتونن فقط انعکاس بدن. هنرمند اصلی خداست. هنرمند اصلی مادره که میسازه. خب این تقریبا تمام شده. حالا باید بریم برای رنگامیزیش. بریم واسه رنگا. برای گلاش مثلا من قرمز رو میخوام، نارنجی رو دوست دارم و این صورتی. برای برگاشم سبز رو میخوام. از 4 تا رنگ بیشتر استفاده نمیکنم. قلمویی که میخوام تو این استفاده کنم یه چیز خیلی مینیمال کشه. اول قرمزاشو میکشم. خیلی بهتره که اگه هر مرحله رو که میخوایم بکشین رنگشو بریزین، تمام کنین، بعد به این رنگ بعدی. همه رنگاتون رو با هم دیگه نریزین. از گل اصلی شروع میکنیم، گل مادر. این چیز اصلیش اینجا قرمز باشه مثلا.
یه دور دیگه با ماژیک اون خطایی رو که با رنگ الان پوشونده شدن و میتونیم بریم که کارمون خوشگل تر بشه. الان دیگه کار جمعه. یه سیلر هم بهش میزنم تو فضای باز. نتیجه کار خیلی عوض میشه با سیلر. همونطور که میبینین شفافیتش خیلی زیاد شد. خب اینا هم نتایج کارمون شد. خیلی لذت بردم از کشیدنشون. امیدوارم شما هم از دیدنشون لذت برده باشین. حتما توی کامنت ها برام بنویسین که این سبک انتزاعی و ابسترکت رو بیشتر دوست داشتین یا این سبک گل مینیاتوری. خب این خیلی ساده تر بودش انجام دادنش و این یکم بیشتر زمان بر بود. توی این قسمت این دوتا رو گذاشتم و توی قسمت بعدی میخوام این کار رو انجام بدم که توقع دارم خیلی بیشتر طول بکشه چون که دیتیل بیشتری داره. شما هم توی کامنت ها برام بنویسین که دوست دارین دیگه چیا بکشم و لایک و سابسکرایب و این چیزا هم یادتون نره. خداحافظ شما. تمام شد اولین ویدیو. بای بای.